چند روز بعد در اینجا از این روز تجلیل میشه و بسیار گناه ها و بسیار معاصی صورت میگیره و اینطور فکر میشه که این روز روزی است که در اسلام است تجلیل کردن از این و بازی کردن و خوشحالی کردن ثواب داره. حتی بعضی اعمال انجام میتن که نسبت سال به طرف از اون میتن که سال خوب سال است، آسان سال است، فریمانی است یا سختی است. در این روزا بسیار معاصی زیاد صورت میگیره، گناه های میشود که حد نداره، قمار است زده میشه و شراب خورده میشه و ساز و موسیقی و رقص و پایکوبی و انواع گناه ها صورت میگیره. اسلام وقتی که ما شما قبول کردیم من حیث یک دین کامل و نظام کامل، همه ابعاد زندگی ما و شما را قوانین داره، احکام داره، دستور داره، فرمان داره. تعیین کردگی است که ما چه قسم زندگی کنیم در زندگی فردی خود، در زندگی خانوادگی خود، در زندگی اجتماعی خود، در زندگی اقتصادی خود، در زندگی سیاسی خود، یعنی در همه ابعاد زندگی خود ما به کدام فرهنگ، به کدام قانون، به کدام عنعنات، به کدام رواج زندگی کنیم. الله در قرآن جدا از مشابهت با کفار، با دشمن اسلام منع میکند، حرام میداند تو را که شما مسلمان هستین، دینتان اسلام است، کتاب مستقل خود دارین، قوانین خود دارین، نظام خود دارین. وش کرده باشین که با کفار قانونش، نظامش، فرهنگش، عاداتش، اخلاقش، لباسش قبول نکنین. در همه ابعاد زندگیتان اسلام قوانین خود داره. این را در بسیار جاها می فرماید که با کفار مشابهت نکنین، نه در عقیده، نه در رفتار، نه در گفتار، نه در روزهای جشن، روزهای خوشی، در هیچ نوع اعمال از اونا مشابهت نکنین. آنچه که از عقیده از اونا نشأت میکنه او را نپذیره. در عقیدهشان باطل است، کفری است، شرکی است. علم که است بگم تا می علمش چطور کنیم، ساینسش چطور کنیم. علم ساینس و علوم انسانی است و به هر انسان است. ساینس است، پیشرفت است، ترقی است. علوم انسانی را هر کس میتونه استفاده کنه، اون گپش جداست. و رسول الله صلی الله علیه و آله منع کرده که چیزای نو در دین ایجاد نکنین و در حدیث ای میفرماید که من تشبه بقوم فهو منهم. حدیث ای ابو داود روایت کرده کسی که مشابهت کنه خود را به قوم در روز عید، در روز خوشی، در لباس، در چهره، در قواره، در عبادت، در عقیده، فهو منهم، از جمله از او میشه. اگر یهود باشد مثل یهود واری خود حرام است، یعنی مثل یهود میشن. اینمی روزی که به نام روز نوروز میگن و سال نو میگن و این را تجلیل میکنن و این را باز حتی رنگ مذهبی میتن و رنگ عبادتی میتن. این در اسلام نیست. این را تحقیق کنه. این یک کاری است که از ما نیست، از آتش پرستا است، از مجوسی ها است. این روز اونا خوشحالی میکنن، این روز اونا آتش بازی میکنن، در این روز اونا آتش عبادت میکنن و میگن این طبیعت تغییر شد و سال نو آمد. چطور شد؟ از مسیحا سال نوش جدا است، از یهودی ها جدا است، از ژاپنی ها جدا است، از چاینا جدا است، از مجوسی ها جدا است. این روز از اوناست. و این افغانستان شما میفهمید که چند صد سال پیش این در اینجا مجوس بود، آتش پرستا بود. در بلخ باستان که میگن جمشید پاچا و یما پاچا و اینی پاچا ها بودن، این آتش عبادت میکردن و آتش بازی میکردن و روز خوشی میکردن. مردم میگه روز خوشی و روز خوشی که سرسبزی آمد و از این که در باغا میگردی و استفاده میکنی منع نیست در اسلام. یکم تا میگه والا ما را یا منع میکنم، میگه در این روز خوشی در باغا نگردین و آب ننوشینی. چرا این تنها یک روز نیست، بعد از سال خوش خوشی نیست. این شاید در یکم همین روز باران شدید هم میباشه و بعد از او که سرسبزی است و میوه ها است و گل ها است و گشتن است و این در اسلام منع نیست کسی از استفاده کنه. نهال شانی میگه ما را منع میکنه. هر قدر میتونید نهال بشانید، نهال شاندن ثواب داره. رسول الله میفرماید ما من مسلم یغرس غرسا
هیچ یک مسلمان نیست که یک نهال میشانه از اون انسان حیوان استفاده میکنه الا کان له صدقه، این صدقه است برش. نهال شانی بکنین دیگه، سرسبزی بکنین، این کارا پاکی بکنین، این ولی گناه را و این روز نو و سال نو تبریکی و زیبایی را نگوین. خصوصا مذهب که در افغانستان است امام اعظم رحمه الله، این خوب بسیاری را مذهب شدید گفته که اگر کسی میگه یک تخمه، و علمای مذهب میگه که با کسی میته به تعظیم روز نوروز، میگه حتی کافر میشه. یک تخمه میته که مبارک باشه، اینه بگی روز تعظیم میکنه، این میگه کافر میشه، ایمان خدا دست میده.